چرا بیشتر کاربرها در افغانستان رشد نمیکنند؟ مشکل اساسی و عمده از خدمات و یا مسئول نیست، از مارکتینگ و بازاریابی غلط است. اشتباههای رایجی که انجام میدهند، بدون برندسازی واضح کار میکنند، تبلیغات میکنند بدون استراتژی، محتوای غیر هدفمند دارند و یک مسیر مشخص برای جذب مشتری ندارند. مثال در افغانستان اگر نام ببرید از برندهای خوب مثل اخبارواق موبایل و همچنان از رستوران‌ها که من نام برام لندن پیزا، اینها بیشترین فالوورها را دارند، اما در پست‌هایشان لایک و تعامل خیلی کم دیده میشود. دلیل اصلی چی است؟ چون بخش تمرکز زیاد بالای محتوای کاندن‌های فن تایپ و فن استایل است و مردم صفحاتشان را به خاطر سرگرمی می‌بینند. درست است. یک نوع مارکتینگ ما چنل مارکتینگ به نام اینفلوئنسر مارکتینگ داریم و به خاطر وایرال شدن ویدیوها یک کار اساسی است که استفاده می‌کنیم. اما همیشه برای فروش مستقیم کافی نیست و نتیجه هم نمیده. یک رستوران و موبایل شاپ باید از محتوای کانتنت بسازد که مسئول یا گزار واضح نشان بده، اعتماد ایجاد کند، اشتها و نیاز ایجاد کند. همچنان و مشتری را به سمت خرید هدایت کند. و در بازار امروز بدون کیفیت رشد نیست و بدون دیده شدن هم نتیجه نیست. و ها دوست عزیز، اگر شما می‌خواید که ما صفحات اجتماعی شما را بررسی کنیم و یک مشوره خوب به شما بدیم، فقط اسم برندتان یا اسم صفحه‌تان در کامنت با ما مشترک کنید.